مادر، با چه امید آرزوهای به پایان، رنج و عذابهای زیاد کشیده، خویشتن را به کشتن آورده. در ایام فصل شکفتنها و رستنها، در آن روزی که همگان آن روز را با شکوه و شامتی خاصه جشنش میگیرد، یعنی 8 مرد به دنیایم آوردی، با شیر سفیدت برایم حیات بخشیدی، شبهای دراز به درخوابی ها کشیده و هم گفتی و مرا به آغوش گرمی به کنار خود گرفته و آن دستان نرم و مهینت مویهایم را شانه کرده و به دل کوچکم مهر و محبت را جای کردی تا نسبت اطرافیانم حلیم و مهربان باشم. مادر، با لفظ شیرین مادرانت برایم سخن گفتی، یعنی در آینده سخنگوی و سخندانت شوم. مادر، دست به دست گرفتی و از شوق و رغبت زیاد پا به پایم قدم زدی، یعنی راه درست زندگی را برایم آموختی. مادر، شاید آن لحظه هایی که بیمار می شدم دست دعا برداشته از درگاه الهی برایم شفای کامل را طلب می کردی تا اینکه در آینده عصای دستت و دستگیر و مددگارت شوم. مادر جان، ببخشا که من نتوانستم این همه امید آرزوهای تو را عملی بسازم. مادر جان، بازم چقدر بزرگدل هستی که از حیات را افتاده نشده برایم غمخواری ها میکنی و هرگاهی که به چهره نورانی تو دور و دراز می نگرم آن همین مصرع ها را زیر لب زمزمه میکنم. مادر، مادر، شنیده ای رازی مرا، آگاه شده ای سوزی من و سازی مرا، تا بار غم تو را توانم برداشته ای همیشه هر نازی مرا. آره مادر جان، هر نازم را میبردی و هر سخنم را به جا آوردی تا من فرزند رنجورت از رنجوری خویش احساس نکنم. باز هم کوشش میکنه که در کشتی امید و آرزوها سواره کرده در دریای به کنار به سوی خوشبختی ها روانه بسازی تا من خوشبخت باشم. ولی مادر جان، من خوشبختم با بودن تو، با مهربانی های به پایان تو خوشبختم و میخواهم که از خوشبختی زیاد بال و پر برآورده در فضای به کنار تاجیکستانم با آواز بلند و با قوت بگویم مادران را دوست دارید، به قدرشان برسید، زیرا در دنیا بهتر و بزرگتر از محبت مادر دیگر محبت وجود ندارد. آره ندارد.